فیروز پینار. یه لحظه بفرمایید. فیروز خانم بفرمایید. ممنونم. چرا نمیپره؟ دخترم موج زیاده، تو این هوا نمیشه. بیا اینجا، لجبازی نکن. بیا، قرار نیست همه بتونن همه کار بکنن که. خب؟ نه خیرم، میپرونم. ببین این دریا رو نگاه کن، مارتیا رو ببین چه نازن. تو حواست به سنگه، این زیبایی ها رو نمیبینی؟ خب بذار این کار رو بلد نباشی، بگو من همینم بگذر. باشه خیلی خوب. بیا تسلیم نمیشم. تسلیم نمیشم بابا. الو فیروزه، ادعانامه رو به دادگاه دادن اینجا. سلام. شهادت هم میتونی بخونی؟ چی بگم؟ شانسمون امتحان میکنیم. منم میام. بیا، همشون اومد. شرکت نرفتی، این ثابت میکنه این خوبه. حالا بریم سر اون مشکل اصلیه که میگی. 2 سال قبل یه اتفاق توی خونمون افتاد. بابامون که فکر میکردیم تونستیم ازش فرار کنیم و قایم شدیم، پیدامون کرد. وقتی مامانم و خواهرم خونه بودن اومد، داد و بیداد و دعوا را انداخت. بعدش هم باز کتک. فیلیز اومده اونا رو جدا کنه، بابا چسبیده به گردن فیلیز، ولش نکرد. مامانم هم برای اینکه ولش کنه یه صندلی که دم دستش بوده رو زده به بابام هم افتادنی سرش خورده به بخاری. منم بعد از همه اینو اومدم خونه، دیدم کار از کار گذشته. هرتان کمکمون کرد. ما هم فرض کردیم که هیچ اتفاق نیفتاده. بابام هیچ ردی از ما پیدا نکرده. ما هم دیگه زندگیمونو کردیم. همین. پسر، تو برای همین افسارتو دادی دست ارتان رفیق؟ بعدش هم جریان براک پیش اومد. وقتی برم شهادتمو عوض کنم، ارتان میزنه به سیم آخر. پای گذشته رو میکشه وسط و جنایت رو میکنه. این چه حرفیه؟ اینجور نگو سرهات. هر اسمی هم بذاری مادر تو میگیرن همون ثانیه. اصلاً مامانم سالها عذاب کشیده، نمیذارم یه ثانیه دیگه بهش اضافه بشه. من گردن میگیرم. چی داری میگی تو؟ به خاطر یه کارگر زندگی تو سیاه میکنی؟ دیوونه شدی؟ اون فقط یه کارگر نیست، گرچه اگرم بود بازم همین کارو میکردم، شک نکن. اما اون مرد پدر زنیه که دوستش دارم. بابای فیروز است.
اینو میخوام. این باشه. خیلی ممنون. شریف خانم تو دم در باهاتون میاد. ممنونم. تو بچگی هم همینطور بودی. همه باید به حرف تو گوش کنن. من مثل آبجوی داداش نمیشم مامان. اونا رو عوض کردی اما من عوض نمیشم. همه عوض میشن. داداش با کی حرف میزنه؟ با آیاز؟ آروم باش، با عمود. با عمو؟ برگشته؟ هنوز که نه. قول نده عزیزم، اول همه چی آماده کن، بعدش جواب گلجانو میخوای چی بدی؟ مهوش، کی به بورا خبر داده؟ به عمو؟ آره. کی چیه خبر داده؟ همه چیو میدونه، حتی میدونه به بازرس ادعانامه دادی. از اونور دنیا چی میتونه فهمیده باشه آخه؟ فهمی تازه داره میره دادگاه. منم همینو میپرسم. این وضعیت اصلا خوب نیست. اگه واقعیت رو بفهمه دستی یه فرصت جدید بهش دادیم. نمیفهمه هیچ وقت. این شرکت منه. اون برگه به هیچ وجه به دست بوران نمیرسه. همچین چیزی نمیشه بابا، معلوم انداختی رفته دیگه. اگه دست کسی افتاده بود تا حالا ازش استفاده میکرد. امیدوارم این سری حق با تو باشه. تو هیچ کدوم از این حرفا رو نشنیدی، فهمیدی؟ سرهاد بی خودی بحثو کش ندیم، تصمیمم قطعیه. حرفمو عوض میکنم. شهادت دروغ 3 سال حکمشه. جنایتم که هست. هر جور حساب کنی 20 سال. حداقل بذار من وکیلت بشم. دمت کرد. آقا سراد، کارامل زایمان کرد. باشه اومدم. حرف میزنیم ایاز. مراقب خودت باش. معذرت میخوام رفیق. بهم خبر بده. روشش. مامان لباس تمیزام کجاست؟ میخوام برم حموم. ای بابا چی بپوشیم؟ خودتو خسته نکن، همه رو دور انداختم. انداختی؟ انداختی چیه مامان؟ تو زده به سرت، چرا لباسمو انداختی بیرون؟ خدا رو شکر کن که تو رو نمیندازم هنوز جلوی چشممی. مامان و زهر مار چی میگی؟ نمیگه چطوری از دل مامانم در بیارم، چطور رازیش کنم، چی کار کنم؟ وایساده واسه من. خب چی کار کنم مامان؟ من که گفتم ببخشید. میخوای چی کار کنم؟ برم رو سرم بنزین بریزم خودمو بسوزونم؟ چی کار کنم بگو. از دوشم بار بردار، بگو مامان منم یه آدمه، برم اون اجاره رو جور کنم. از خدامه، اما با چی؟ پولو از کجا پیدا کنم؟ من چه میدونم از کجا؟ برو حمالی کن، یه کاری بکن، هر کاری میتونی بکن دیگه. نذار ما رو پرت کنه تو کوچه. اگه هم ارزشو نداری گورتو گم کن. میگم پسرم مرده 3 روز گریه میکنم، بعدشم خوب میشم. الوان تو هم بعد از صبحونه اینا رو جمع کن بعد برو. باشه ماما. رب نداشتیم، فقط پنیره. آقا اونتر دیر کردم. نه بابا جان، منم تازه اومدم. وکیل طرف مقابل اینجاست. یکم قبل از اتاق قاضی در اومد. معمولا تا قاضی ندیده و تصمیم مثبت یا منفی نگرفته اصلا نمیتونیم ببینیمش. اما حالا به هر حال اونو دیدن دیگه. به هر حال ما باید پافشاری کنیم. ببین قبلا هم بهت گفتم حکمی که میدن چیز کوچیکی نیست. نبینم قش و ضعف کنی. باشه؟ خیلی خوب. تو همینجا باش بینم. شهادت ها رو منم میخوام ببینم. سینان سوال نپرس، کمک کن. باشه رفیق. به شرکتتون زنگ میزنن میپرسن که فیروزه اونجا کارآموزی گذرونده یا نه.
بگو که گذرونده. بله رفیق، بهشون میگم. ممنون برادر، مزاحمت شدم. بیا. من زود برمیگردم. مسئول پروژه ساختمانی هستم که دچار حادثه شد. در ضمن در شرکت ساختمانی سمت مهندسی رو دارم. صبح روز حادثه با ارتان اومدیم شرکت، سوار آسانسور شدیم، اما کسی پیش ما نیومد. با ارتان رفتیم اتاق جلسه، درباره پروژه جدید صحبت کردیم حدود 1-2 ساعت. غیر از اون موردی پیش نیومد. تقریبا کل روز رو با هم بودیم. مجازاتی که بازرس تو ادعانامه درخواست کرده 25 سال حبسه. خب ما هم انتظارشو داشتیم دیگه. چند بار بهت گفتم برو یا آبید سر صورتت بزن حال جا بیاد. دنیا به آخر نرسیده که هر کاری بتونیم میکنیم بابا جان. جزای قتل عمد 15 سال. فکر میکنین از این راه نجاتی هست؟ قاضی هنوز ندیده، شایدم قبول نکنم. ادعانامه عوض میشه. با شاید و امیدوارم ها کار میکنیم. یه وکیل دیگه بگیریم؟ حلش میکنیم ارتان. نیازی به خوندن نیست. برگه اخراج دوست عزیزت فیروزه از کاره. امضا کن. بگذارین چاله خانم. بگذارم شله؟ اطرافمو نگاه میکنم. فیروزه کجاست؟ کارمندم که الان باید اینجا باشه کجاست؟ خودت هم شاهد این تأخیر و غیبتاشی. برای همین امضا میکنی. امضا نکنی تو هم اخراجی شله. خوب فکر کن ببین چقدر به این کار احتیاج داری. بگیر. خیلی ممنونم، لطف کردین. روزتون بخیر، خوش اومدین. به فیروزه دیر کردی السلام. 5 روز دیر اومدی. یکم قبل برگه اخراج تو امضا کردم. فیروزه چی شده؟ منو نترسون، چی شده؟ خوبی؟ چی شده دختر؟ کار فیروزه چی شد؟ فراموش کردم، عذر میخوام. رفتم شرکت گوکتنیا. همونطور که گفته 3 سال کارآموزی داشته. پرورشگاه هم میره. مدرسه‌ای هم که رفته میرم. فعلا به پرونده دادگاه برس. از تو محوش انتظاری استراتژی خوب دارم. همچین مو به مو همه چی گفته بود که انگار اونجا بوده. امضاشم کنترل کردم. درسته. آدم باورش نمیشه. عزیزم دروغ چرا؟ هنوز تو دارم یه امیدی داشتم به خدا. من فکر میکردم اون کسیه که برای آدما ارزش قائله و از هر چیز کوچیک خوشحال میشه.
اما الان کسی شده که وجدانشو به خاطر پول میفروشه و زندگی آدما رو زیر پاش له میکنه. فیروزه، میدونم چرا تو شرکتی. فهمیدم. یه آدرس برات بفرستم، بیا حرف بزنیم. میگه بیا حرف بزنیم. خب پاشو برو یه توف تو صورتش بنداز، حرفاتم بهش بزن. برو. رسیدیم خانم، بفرمایید. ممنونم. فیروزه بسه. آیاز خیس آب شدم. بیا اینجا. آیاز نه. Günahlarını verseydin bana, açılır yine de kollarım sana. Mutluluk ne demek öğrettin bana. Ne olur birazcık daha kalsana. تو کی هستی؟ ها؟ تو چند تا رو داری؟ چند تا قلب داری؟ کدوم آیاز واقعیه؟ تو کی هستی؟ فهمیدی؟ خوندم سطر به سطرشو حفظم. اون چیزی که امضا کردی حکم مرگ بابای منه. نمیدونستم فیروزه، نمیدونستم باباسه. تو چی داری میگی؟ این حرف کار تو توجیه میکنه؟ تو زندگی یه آدم ازش گرفتی، تو عمر یه آدم ازش گرفتی. تو چی داری میگی؟ خدا نمیدونستم. درسته. تو به من چی میگفتی؟ من عاشق رو راستیم، عاشق عدالت خواهیم، عاشق اعتقادای پاک تو هم. همه اینایی که گفتی من از بابام یاد گرفتم. اما تو اونو ازم گرفتی. تو اعتقادات و باورام و همه چیمو قلبمو ازم گرفتی. چی کار میکنی؟ خانوادم ازم گرفتی. من چی کار کردم ها؟ من غیر از این که دوست داشته باشم باهات چی کار کردم؟ بگو مگه من باهات چی کار کردم؟ اونجوری نگام نکن. بسه نگام نکن. از همین که منو کشوندی اینجا معلومه چقدر پستی. تو امیدوارم به خاطر هر دلی که سوزوندی تو هم آتیش بگیری. تنها آرزوم اینه. فیروزه برای منم راحت نیست. این که الان جلوی تو وایسادم برای منم راحت نیست. اما چی کار کنم؟ بهش میگم هر غلطی که کردم و جبران میکنم. همه چی اعتراف میکنم. میگم قول میدم بابا تو نجات میدم. نگران نباش. تو پی مجازات شدن و به دلت میمالی آره؟ فیروزه برای من مجازاتی بدتر از این اشکا که داری میریزی هست؟ ها؟ بگو. بازم داری همون کارو میکنی. بازم داری قولایی میدی که نمیتونی پاشون وایسی. بسه این سری بابامه. آیاز بسه.
فیروزه، من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. تا حالا هرچی از دهن من شنیدی همش از ته دلم بود، همش حرفای دلم بود. مثل الان هر کاری لازم باشه میکنم فیروزه. میرم کلانتری، حرفا با عوض میکنم، میگم که شهادت دروغ دادم. نه دردایی که کشیدم، کمرم و شکست، نه بی تو موندنم. فقط اون ناامیدی و پوچی اون اعتمادی که برای همیشه از دست دادم خوردم کرد. برای همینم بدون که دوباره داری به هم امید میدی آیاز، امید نجات دادن بابا. باور کنم آره، باور کن. یکی اینجاست، میخواد اعتراف کنه که شهادت دروغ داده و ارتان گناهکاره. آیاز کرکماز. آقازی ادعانامه رو ندیده باید بره با بازرس حرف بزنه، وگرنه میمونه تا جلسه دادگاه. اینم یعنی بابا 2-3 ماه دیگه اونجا باید بمونه. کی باید بیاد؟ فردا صبح میرم دادگاه خبر میدن. باشه. راستی به اون آیاز که نمیشناخته بگو به کسی چی نباید بگه. بله، نمیشناسمش. فردا خبر میدم. فیروزه، معذرت میخوام. برای کدوم یکیشون؟ همشون. آیاز پیداش نمی کنم. ولش کن فیروزه، دیگه نگردیم، معلومه گم شده دیگه. اون کادوی بابام بود، چی کار کنم حالا؟ کی؟ بابام. باشه پس هیچی، اینجاست. آیاز این چه کاری آخه؟ چیه؟ خواستم یکم دیگه با هم باشیم. من میندازم. بیا، اینم از این. این رد چیه؟ مامان و بابام دعوا میکردن، خواستم جداشون کنم. Zemheri gözlerin ve yer gök dört duvar sağır ağır ağır düşmedim daha. اون تو خونه پنیر نداشتیم. Dar sokak vurgunları شد دیگه، اینجوری شد. kaldırım düşenleri ağır ağır düşmedim daha.
Ayaz vur vuracaksan hiç utanmadan ey talih sende dön döneceksen Ayaz vur vuracaksan hiç utanmadan ey talih sende وقتی تو میپرسی یادم یه جور خوبی میشه Geçen günün beni sarmadı elin kolun beni nasıl saramadı o bendeki canı henüz yoramadı Geçen günün beni neden sarmadı elin kolun beni nasıl saramadı o bendeki canı henüz yoramadı Üvey zemheri gözler üvey yer gök dört duvar sır ağır ağır düşmedin daha باشه یاشان میارمش ببینم لباس گرماتم بذارم اونجا سرما نخوری سرده آره بیار بچه ها چطوره؟ مامان خوبه نه ترسا نگران ما نباش قربونش برم فاروق هم هوای ما رو داره هم هوای خونمونو آلیه اینجا صف وایسادن یکی حرف بزنه بعد دوباره بهت زنگ میزنه باشه فعلا خداحافظ فعلا قطع کرد گفت صف وایسادن اما دوباره زنگ میزنه به روبر به چی زد زدی؟ آرزومو گفتم نه واقعیتو کم کم وسایلتونم جمع و جور کنیم بچه ها وقت نداریم میریم تو پارک چادر میزنیم بودو فرار کن ببینم مساعدت چی شد دختر آقای وکیل بازرس ادعانامه رو پس گرفته ساعت یکم با آیاز بازجویی میکنه روز سرنوشت رسیده فیروزه ممکنه به بابات برسی خدا کنه بله فیروزه ساعت 1 باید دادگاه باشی باشه اوه مته چه تیپی زدی؟ چطوره؟ خوب شده؟ آره بابا معرکه شده داداش داری میری؟ نه امروز نمیرم یه لحظه بیا اینجا ببین تو این راه خودتی و خودت هوای کارتو داشته باش یادت نره نوم گره سر سفره یه کمی هم مرد بمون داداش چه خبره؟ آره دیگه تا عرسی چیزی نمونده داداشت داره از این خونه میره
مامان ساعت چند دیالیز داری ها؟ بعد از ظهر میرم. باشه، پس قبلش یه سر بریم بانک. من حسابمو بزنم به اسم خودت. چه عجله؟ هر وقت فرصت شد میریم. مامان من بعدش کار دارم. پاشو، میخوام ماشین رو روشن کنم. باشه. فیلیس به سلامت داداش. طراحی چطور پیش میره؟ صبح خیر. خوبه، خیلی خوب پیش میره. کی تموم میشن؟ اتفاقا الانم سرشم، امروز تموم میشه. فردا تحویلتون میدم آقا ارتان. باشه منتظرم. آیاز هنوز زنگ نزده؟ برای شما اومده برک خانوم، بفرمایید. از کیه؟ از آیازه. بابت اون شب خیلی عذر میخوام. خیلی دوست دارم. تو سلیقه آیاز هیچ جای شکی نیست. کسی که همچین دختر خوشگلی رو انتخاب کرده؟ داداش خیلی خوشگلن. قبل از مغازه میرم شرکت. ارزش تشکر حضوری داره. فعلا خداحافظ. ممنونم. لطف کردین. اینطوری که نمیشه پسرم، خیلی زیاده. این تویی که لازم داری. تو داری ازدواج میکنی پسرم. مامان این چه حرفیه میزنی؟ تو نگران من نباش. تو فکرشم نکن، من بازم در میرم مامان. لازم میشه دیگه، بذار دست و بالت باز باشه. پول دیگه. مامان من که از پیشت رفتم، قصه نخوری ها. باشه؟ تو چرا همچین حرفی زدی ایاز؟ هیچی مامان، نه که خب من دارم ازدواج میکنم، بالاخره قراره توی خونه دیگه زندگی کنم. برای همین دیگه صبح چای مادر پس نمیخورم. املت سیب زمینی که درست میکنی ها نمیخورم. واسه این میگم، وگرنه ما با همین فرقی نمیکنه که بیا من میرسونمت مامان.
خاک تو سرت، خاک تو سرت، خاک تو سرت. عالیه عالیه. خدایا توبه. یه بلای سرت بیارم. فکر کردی خونه رو خالی میکنم؟ خونه رو خالی نمی کنیم. برو به اون یارو که آورده بودی بگو خونه اجاره ای نیست. 2 هفته صبر میکنی پولتو بهت پس میدم. تموم شد رفت. نه بابا. آره بابا. تا دیروز میگفتی 2 روز خوابیدی پاشودی 2 روزت شد 2 هفته فاروق جون. منو ببین داش یاسین، آخر عاقبت این کار خوب نیست. بعدا نگفتی. آخرین باره میگم 2 هفته فقط صبر میکنی حسابتو صاف میکنم. گرفتی؟ چه جوری میخوای صاف کنی فاروق جون؟ بابادون توه، تو هم در پا داغون بیکار. با حقوق فیروزی که با مساعداتون ازش چیزی نمونده صاف میکنی یا با چندرغازی که مامانت از تمیز کردن خونه مردم در میاره؟ ها به تو چه بابا؟ ها به تو چه؟ میرم کبدمو میفروشم. به تو چه؟ از کجاست؟ کلیمو میفروشم، خونمو میفروشم، پولتو بهت پس میدم. دیگه چی میخوای؟ به چی زل زدی؟ به تو چه؟ از کجاست؟ آخ بد جوری سوء تفاهم شده فاروق جون. این وضعیتت منم ناراحت میکنه. بابا این حال روز تو چه سودی واسه من داره؟ من میخوام با هم به توافق برسیم. این پیشنهاد نه واسه من فقط، واسه تو هم یه فرصت. ببین داداش یاسین، یه کاری شدنیه یه کاری شدنی نیست. میفهمی؟ اون کار شدنی نیست، همین که گفتم. ای خدا. چرا اینجوری میگی فاروق جون؟ هیچ چیزی غیر ممکن نیست. تو زندگی هیچ چیزی بعید نیست. هر چیزی یه راهی داره، مگه نه؟ من پای حرفای دیروزم هستم. خواهر تو ازت خواستگاری میکنم. خب باز میگه خواستگاری؟ دارم دیوونه میشم. یه بله بگو. سند خونه رو به جای مهریه بزنم به اسم خودت یا به اسم مامانت؟ خسته نباشین. از امروز اینجا کار میکنه. یکم صبر کنی. 2 ساعت منتظرم دیگه. کار دارم نمیبینین؟ اگه کارتون فوریه اول به کار شما برسم. اسمتون چیه؟ مته کورکماس. بله مته کورکماس. شرایط پروژه رعایت شه. وعده‌ای هم که دادیم همشون اجرا بشه. میرین خارج از کشور آقا ایاز؟ یه همچین چیزی. یکم بعد براک میاد. بابت هدیه‌ات تشکر میکنه. بگو خواهش میکنم. سلام. عسل چطوری؟ خوبه. پس من برم عاشقا رو تنها بذارم. حرف میزنیم عزیزم. چه گل روزای خوشگلی برام فرستادی. خوشحالم که پسندیدی. من چیکار کردم که خدا تو رو به من داده؟ من داشتم میرفتم بیرون براک. عزیزم امشب ویلدان تو خونه مهمونی داره، تو زکریا کوی. تشکر بزرگ رو میتونم اونجا ازت بکنم. نظرت چیه؟ اونجا بمونیم؟ نمیتونم. چرا؟ نمیام. براک. آیاز تو بی تقصیری. معذرت میخوام. آیاز
بازرس قبل از اینکه قاضی ادعانامه رو ببینه پس گرفته. چرا؟ آیاس دلیلش اینه، میخواد دوباره با بازرس حرف بزنه. ببین نمیخوام بگم دیدی گفتم، اما نگو مهوش، هیچی نگو. اگه پیشنهادی نداری که وضعیت رو عوض کنه ساکت باش، فهمیدی؟ ساکت. باز با آیاس چیکار کردین؟ کی عصبانیش کرده؟ منظورت چیه؟ خودتو به اون رو نزن مهوش، میدونی بگو. ببین براک، من بزرگترین بچه خانواده‌ام، کیسه باکس شما دوتا نیستم. یه چیزی شده، یه چیزی شده. چرا اینجا وایستادین؟ بیاین بریم تو. به خاطر این بازرس تصمیم گرفته دوباره با آقای یاشار حرف بزن. دیگه از اینجا در اومدنی هم احتمالا گراس میخونه. جدی میگی؟ اون میاد. بابا عزیز صفیه کلکماز؟ بله منم. باید با ما بیاین اداره پلیس. آقای بازرس منتظرتون خانم. چرا؟ برای چی؟ شوهرتون نیهاد کلکماز به عنوان گم شده گزارش شده. آقای بازرس میخوان باهاتون صحبت کنن. باشه، اجازه بدیم پالتومو بپوشم. باشه خانم. میدونم ممنوعه، اما فقط یه جمله. عجله کن آبجی. آخرشه بابا، امروز تموم میشه، از اینجا میریم خونه. مامان چی شده؟ پسرم بابات گم شده. بازرس میخواد منو ببینه. صبر کنید ببینم. برو کنار ببینم. برو کنار.
چه خبره؟ یه چیزی هم به من بگین. یکم دیگه تموم میشه آقا. ارتان؟ میخوای از عروسی فرار کنی بری زندان آیاس؟ آره سخته. زندگی مسئولیتاش. وضعیتتو قبول کن تموم شه بره. چی؟ بابا؟ مامانت کجاست؟ بابا نمیدونم. فکر نمیتونم دست من خلاص شی؟ نمیدونم. بابا کدوم قبرستونه میری؟ بیایی که ببینم. بیا ببینم چه کارت کنم. کاملا مشخص مادرته، اصلا شبیه تو نیست. در ضمن تو زندان دیالیزم ندارن، گناه داره. حالا تصمیم با خودت. زندگی یه آدم معمولی که نمیشناسیش یا مامانه؟